بسم الله الرحمن الرحیم. من یسوع رابون. سلام کره‌ای‌های خوبم. خوش اومدید به جلسه 13 از آموزش زبان کره‌ای با کتاب ایهوا. خب عزیزان، رسیدیم به صفحه 42 و نوشته اینجا بخش دو. من ترجمهش کردم دیگه برای شما دیگه. اگه پی دی اف انگلیسی رو دارید خب یه جور تطبیق بدید دیگه. صفحه 42 از پی دی اف شما ثبت تو خود صفحه زیرم گذاشته دیگه. بعد و من سعی کردم که انگلیسیشو پاک کنم و یه ذره سر شکل بهش بیام، جای اضافهشو حذف میکنم همیشه و خدمت شما آموزش میدیم. بعضی بچه‌ها مسلما اینجوری راحت ترن. خب بریم سراغ درس بدون فوته و امیدوارم جلسات قبلی هم خوب دقت کرده باشید. خدا بهتون خیر بده. اونا رو حتما یاد بگیرید تا یواش یواش وارد میای. بچه‌ها که هنوز الف با یاد نگرفتن الان براشون زوده ها، برن اونا رو نگاه بکنن جلسات قبلی. اینا همشون به هم دیگه وصلن. خب چی نوشته اینجا بچه‌ها؟ نوشته ملح. من بخش میخونم بعد سرهم هم میخونم و دقت کنید. ملح پاپ شیده. ملح پاپ شیده. ولی بچه ها ملح نمیخونن. گفتیم این ه معمولا خونده نمیشه بعدش اگه حرف صدادار باشه. این معمولا این خود حرف بی صداه به این ه غلبه میکنه، میشه مره پاپ شیده. حالا این که جمله بندیش به چه شکلیه، مصدرش چی بوده، چه جوری صرف شده، اینا بماند. و تیتراژ رو برای شما میخونم که شما ببینید چی داره میگه. ماشاءالله. میشه چی بچه‌ها؟ میشه بیایید صحبت کنیم. و فعل مرده بوده. مرده اینه صحبت کردن. خیلی خوب. بیاید صحبت کنیم. خب چی نوشته اینجا؟ چگی سوگه هگی. چگی سوگه هگی. چگی سوگه هگی. از آروم شروع بکنید، بعد یواش یواش فکتون قشنگ راه افتاد سریعتر و تندترش کنید. یعنی معرفی خود، یعنی که میخوایم شما خودتون رو معرفی بکنید. خب جمله رو بخونیم با هم دیگه. ذره زوم کنیم ببینیم به چه شکلیه. آها خیلی خوب. نوشته چی؟ یارابونین. همین ابتدا میگم یعنی اصلا یارابون همینه دیگه. براتون ترجمه میکنم. ترجمه هم گذاشتیم دیگه. آنل هگیو اسو. هگیو اسو چایم من نسیم نیده سارا ایگه چشینیل سوگه هگو کنگیم هن کاسل. اینجا چی میشه؟ یه مول داشتیم، درسته؟ اینجا مول داشتیم. اینجا میشه چی؟ موراپاسه با هم دیگه است. ماشاءالله. خب چه معنی میده عزیزان؟ یه مقدار بیشتر دقت کنیم. میگه آقا یارابون بچه یعنی همگی شما. آنل این لغت خوبه، یعنی امروز. آنل یعنی امروز. هگیو یعنی مدرسه. و اسو، حالا اینجا اسویی که میاد اینجا نشانه این که یک محلی داره ظرف مکان رو مشخص میکنه. حالا اگه داخلش کاری انجام بدیم، حالا یه وقتی از ا میاد یه وقت از اسو میاد، این تو قواعد ان شاءالله بهش میرسیم. چاین یعنی همدیگه رو. من نسیم نیدم. من نده بود یعنی ملاقات کردن دیگه، صرف شده دیگه، از سیم نیده استفاده کرده دیگه. ملاقات کیات به صورت گذشته هم هستش دیگه. آره از سیم نیده. آره من نسیم نیده. ماشاءالله. خیلی خوب. میگه شما امروز به همه شما برای اولین بار تو مدرسه هم دیگه رو ملاقات کردید. حالا بقیه لغات زیاد این جملات بعدی چون این مقدار به حالت حالا ترکیبش زیاد سخته، مهم نیست. این جمله اولیه رو خوب یاد بگیرید. برای ما اینا خیلی مهم نیست، فقط میخوایم بدونیم که به چه شکلیه. میگه بیایید خودمون رو معرفی بکنیم و هر سوالی که داریم از یکدیگه بپرسیم. ماشاءالله. بیا ازم دیگه بپرس. خب بریم ببینیم به چه شکلیه. بله یه خانم رو میبینیم مسن‌تر، یه دانش آموز میبینیم. خب بریم به چه شکلیه. من چی نوشتم اینجا؟ قسمت این یه تیکر نوشتم مکالمه. البته اونجا چیزای دیگه نوشتم، معادل انگلیسیشو الزاما ننوشتم. آره مهم نیست، کاری که خودم دوست دارم انجام میدم. چی اینجا گفته عزیزان؟ میگه به گفتگوی زیر دقت کنید و سعی کنید با دوست خودتون رو تمرین بکنید. یعنی این رو سعی بکنید که اگه تونستید
با یک کسی که داری زبان کره رو کار میکنید، اینو با هم دیگه یکی یه شخصیت بشه یکی شخصیت دیگه، اینا رو میتونید خوب حفظ بکنید و با هم تکرار کنید. مکالمه‌های بسیار مهم و کاربردی ایهوا واقعا چیزهای خیلی کاربردی و اساسی رو میاره و اینا رو اگه خوب یاد نگیریم قطعاً باخ میریم دیگه و واجبه دیگه، جورایی واجب تو این زمینه همین مکالمه است. خب یه سمت چپ زرد رنگ خانم ناتاشا رو داریم میبینید، نتاسیا نخونید، نتاشا. اینم یه ما فکر کنم تی ان اسم مرده، نه تی ان اسم دختر بوده. خب تی ان اسم یه خانم دیگه است. ناتاشا اهل روسیه است، شغلش خانه‌داریه. تی ان اهل ویتنامه و دانش آموز شغلش. خب اینجا بچه‌ها حالا داخل پی دی افتون اگه شما نگاه بکنید یه سری تفاوت‌ها با این چیزی که من دارم مسلما مشاهده میکنید. داخل این کادرها رو من اومدم مکالمه اصلیه رو قرار دادم. این خودش اومده حالا تو کتاب اصلی اومد اینجوری گفته بود که یه سری لغت‌های کلی رو گفته بود مکالمه رو بسازید. خودت گفتم با پدر بیامرز، آخه من الان که بلد نیستم که بسازم، بچه‌های ما اکثرا الف بارم سختشونه، آخه چی الان من بیام مثلا مکالمه رو بسازیم؟ یه سری لغت‌ها رو داده بود گفت بساز. بله خوبه ولی سخته برای خیلی از بچه‌ها. گفتم آقا نمیخواد، شما این مکالمه رو خوب یاد بگیرید، تشخیص بدید، بتونید کاربرد تو زندگیتون تو روزانه‌تون داشته باشید، همین کافیه. ما قرار نیستش که هدف آموزشی رو هر جایی که تو میخوای لحاظ بکنم. بعضی موقع اینا خب فکر میکنم ما کره‌ایم، بابا ما فارسی هستیم، به خدا سخته، گوش نمیکنن. خب بچه اینجا چند تا بخش داره؟ 4 تا بخش داره. یه قسمتش احوالپرسی و معرفی نام خوده و قسمت دومش اینجا پرسیدن درباره ملت، بعد درباره ملیت و درباره شغلش و احوالپرسی در انتها که یه جورای خداحافظی میشه. خب بیاید با هم دیگه از سمت چپیه بخونیم. ماشاءالله. خب چی نوشته اینجا؟ نوشته اینساهگی یعنی احوالپرسی. ایرم یعنی اسم دیگه، نام. ایرم یعنی نام. اینجا هم نوشته سوگه هگی میگم سو اشتباه بودم. سوگه هگی تو بعضی موقع اورم او میخونن یه جورایی شبیه. سوگه هگی یعنی معرفی نام خود. خب خانم ناتاشا چپی است، تین سمت راستی است. چی میگه؟ میگه انیونگ هاسیو. انیونگ هاسیو راحت تر. انیاسیو. میبینید چقدر انیونگ هاسیو، این خیلی رباتیه، خیلی غیر طبیعیه. این درسته، انیاسیو. خب بعد چی میگه؟ میگه چانن من ناتاشا ایمنیده، من ناتاشا هستم. بچه صفحه بعدی همینا ترجمه هاشو گذاشتم، الان اصلا ترجمه نذاشتم. تو صفحه بعدی میبینید خودتون ترجمه رو کامل گذاشتم و صبوری پیشه بکنید. حالا هم ننوشید جلوتر میرسیم، نگران نباشید. فقط اینا گذاشتم که شما حتی شده باشه رو بخونید و معنی رو دقت ببینید، معنیشو میتونید بفهمید یا نه، چون اونجا هم تکرار کرده دیگه نه، همونا رو آوردم اینجا. یعنی تو کتاب اصلی اینا یه چیز دیگه است. خب انیونگ هاسیو یا انیاسیو. دوباره بچه علامت سوال چرا میذارن؟ سلام میدونی، سلام که علامت سوال نداره، مثلا اینجوری انگاریه سلام، مثلا حالت خوبه، اینجوری سلام خوبی، اینجوری انگار سلام خوبیه انگار. خب چانن تینیم نیده من تین هستم دیگه، بالاخره فعل ایده که به صورت رسمی هم میبینید دارن رسمی صحبت میکنن، از بالاخره بنیده استفاده کرده، اینایی که میبینید رسمی صحبت بود. خب بریم سمت راست، قسمت دوم چیه؟ نوشته پرسیدن درباره ملیت. کوک جوک بچه ها، کوک جوک یعنی ملیت. مودگی یعنی حالا پرسش، پرسیدن، سوال، کوئسشن. آره کوک جوک مودگی یعنی پرسیدن درباره ملیت. خب اینجا چی میپرسه ناتاشا خانم؟ بازم ابتدا تین شینین خانم تین پیلیپین. بچه نگاه کنید پیلیپین. خب چرا یه دونه نذاش؟ اگه یه دونه میذاش میشد چی؟ پیریپین. غلط میشد بخاطر اینکه برای اینکه صدای ل بده، این رئوله هم یک بالاخره حرف هست، هم صدای ر میدم صدای ل دیگه، ولی برای اینکه مشخص بشه چیکار کرد؟ مجبور شد دوتا بیاره صدای ل بده، ولی خب مشدد میشه دیگه، لازم میشه پیلیپین نمیشه پیلیپین. حتی علی هم اینجوری میشه، مثلا علی اگه یه دونه ل بذاره میشه عری، بخاطر دوتا میذاره میشه علی، ولی خب دیگه
قاعده رو بهش دقت بکن، چون اسمیایی هستن که کره‌ای نیستن، خارج از زبان کره‌ایه. این هم همینجوریه. فکر ندارن از چی استفاده کرده، از پ استفاده کرده. بچه‌ها چرا نگفت فیلیپین؟ خب فکر ندارن که از این پ استفاده میکنن. خیلی نکته خوبیه. پیلیپین سرامیم نیکا میگه خانم تین بالاخره شما فیلیپینی هستی؟ خانم تین فیلیپینی هست یا فیلیپینی هستی؟ اینجوری بگیم. داره درباره حالا اینجوری ببین بچه، انگار اینجوریه سواله. ما مثلا شاید یه ذره متفاوت باشه فارسی و کره‌ای، خیلی نمیتونیم با همون قاعده‌ای که زبان فارسی رو میریم همونو تطبیقش بدیم با کره‌ای‌ها، ولی همون معنا رو میریم. خانم تین شما فیلیپینی هستی؟ پیلیپینیمنیکا. آره پیلیپین سرامیمنیکا. ببخشید فیلیپین سرام یعنی فیلیپینی، فیلیپین سرم یعنی شخصیت فیلیپینی، اهل فیلیپین. قبلا تو جلسه قبلی اینا رو گفتیم. پیلیپین سرامیمنیکا، تو فیلیپینی هستی؟ میگه انیو یعنی نه خیر. پیلیپین سرمی انیمنیدا. پیلیپین سرمی انیمنیدا. فعل انیدا که به معنی نبودن هم بازم جلسات قبل توضیح دادیم دیگه. من فیلیپینی نیستم. چانن پتینم سرامیمنیدا. من اهل ویتنام هستم، ویتنامی هستم. بچه‌ها ویتنام اولش با ویه، درسته؟ خب کره وی ندارن، از پ استفاده میکنن، از این پ استفاده میکنن، و از این پ استفاده میکنن، همین که پ و ب معنی میده. لازم میخوای بنویسیم وحید، بعد بنویسیم پهده البته آخرشم، چون دن تو جای پچم قرار میگیره. پتینم دیگه، خب ویتنام مادش اینه، پتینم. اینا اینجوری لحاظش کردن اسم کشور ویتنامو، اینا میگن پتینم. چانن پتینم سرامیمنیدا، من اهل ویتنام هستم. حالا شما هر کشوری یا خواستید میتونید اینجا بذارید دیگه، خیلی ساده است. بریم پایین تر. شماره 3 چیگوب نخونید، چیگوب مودگی. چیگوب مودگی یعنی پرسیدن درباره شغل. چیگوب یعنی شغل، کار، شغل، پیشه. مودگی هم که یعنی بالاخره سوال پرسیدن. کریو این جدیده، اینو تا حالا نخوندید، خیلی اینو میشنوید. کریو یه ذره خودمونی هم گفتش، یعنی کتابی نیست. خب کریو یعنی چی؟ یعنی میگه واقعا اینجا واقعا، یا کریو هم یعنی واقعا. بعد میگه ادامه تین چی؟ خانم تین، این شی هم به معنی خانم هم آقا دیگه. تین چی؟ موسن ایل نخونید، ایریل همنیکا. موسین ایریل همنیکا تین چی؟ موسین ایریل همنیکا. میگه خانم تین، موسین یعنی چه چیز، خب کدام، چه، همینو معنی میده. خب ایل یعنی چی؟ یعنی کار. کدام کار انجام میدهی؟ یعنی شغلت چیه؟ چه کاری؟ چه مشغولیتی داری؟ خیلی بخوایم معادل سازی بکنیم همین معنی میده، ولی کلمه به کلمه یه ذره بد قیافه است دیگه. این یکی از کلمات و جملات خیلی مهمه برای پرسیدن شغل و کار یه نفر. رو ادامه هم میگیم. موسین ایریل همنیکا. اینجوری میگم، یعنی کارت چیه؟ چه کاری مشغولی؟ چه کاری؟ همه اینا معنی میده. میگه هکسنگ، خانم تین میگه هکسنگیم نیده. هکسنگ یعنی دانش آموز. هکسنگ نیده یعنی دانش آموز هستم، من دانش آموزم. ناتاشا موسین ایریل همنیکا. حالا داره اون میپرسه، میگه خانم ناتاشا شما چه کاری؟ آفرین. بریم بعدی. برمیگرده میگه حالا این قسمت آخرش نوشته چی؟ این سهگی. همون بالا هم داشتیم، شما یکم این سهگی رو داشتیم، یه احوال پرسید انتها. حتی همون احوال پرسید من اینجا انتهاشو خودم گذاشتم، این معنی انتهاشو تو این کلمه نمیگه. منظور کلا احوال پرسید چه در ابتدا چه در انتها. اون میگه که چی؟ چانن یعنی من چوبو ایم نیده، من خانه دارم.
آها من خانه دارم. چوبویم니다. 만났어 반갑습니다. 반갑습니다. سیپنیدا می نویسیم و سیمنیدا می خونیم دیگه. 만났어 반갑습니다. بچه میبینی 반갑습니다 خیلی تو مخه و کره سری باید بگی دیگه. 만났어 반갑습니다. مینات به هم زیاد خونده نمیشه، ادغام میشه در این سه. 만났어 반갑습니다. حالا این به صورت رسمیشه. 만났어 반갑습니다 یعنی چی؟ از ملاقات شما خوشوقتم. این هم برمیگرده میگه چادو یعنی منم همینطور. این خیلی کاربرد داره. چادو یعنی همینطور. 만났어 반갑습니다. منم خوشحالم از ملاقات با شما. خیلی خوب. این صفحه 42 بود که با هم دیگه کار کردیم. چقدر خوبه. اینو من خیلی خوب و راحت درست کردم. خب بریم صفحه 43 رو بریم نگاه بکنیم. خب بذار من زوم بکنم. زوم. خب اینجا صفحه 43 بچه‌ها می‌بینید عین همین رو، البته میگم صفحه قبلی یه چیز دیگه ای نوشته بود، این مکالمه رو نساخته بود، داده بود خودتون. من ساختمش، همه این جملات رو اونجا جایگذاری کردم، نشستم کلی طراحی کردم. آره پدرم در اومده. حالا بعد فکر می‌کنی که جای ما چقدر دیر به دیر کلیپ می‌سازی پدر، بیام دونه دونه اینا رو بعد بشینم. بالاخره کار ساده ای نیستش. اونایی که طراحی بلدن میفهمن چی میگم. خب اینجا چی میگه؟ تهوا به معنی گفتگو، مکالمه است. این درباره مکالمه داریم صحبت میکنیم. خب بچه عین همون اینجا هست دیگه. ناتاشا میبینی یعنی هست و چانن ناتاشایimnida سلام من ناتاشا هستم. بعد دوباره تین میگه که چی؟ سلام من تین هستم. خانم تین اهل فیلیپین هستید؟ آها. بعد اون برمیگرده تین برمیگه میگه خیر من فیلیپینی نیستم، من ویتنامی هستم. چانن پتینم سلام میده. بچه اینو میتونید پازش بکنید بنویسید در روش دیگه. اونجا بهتون گفتم، حالا اونجا هم گفتم دیگه، ولی خب همونم میتونید بنویسید. اینجا هم میتونید بالاخره ویدیو رو نگه دارید و هر جاش دوست داشتید بنویسید. خب بعد اینجا دوباره ناتاشا میگه کریو تینشی مثلا چی؟ موسین ایریل همنیکا. آره آها واقعا. خودم تین چه کاره هستید؟ آها چه کاری انجام میدهید؟ همه اینا معنی میده دیگه. بر اونم برمیگردیم میگه من دانش آموزم. خانم ناتاشا به چه کاری مشغول هستید؟ اون یه ذره مؤدبانه تر میگه. بعد ناتاشا هم میگه من خانه‌دار هستم، خوشوقتم از ملاقات شما. تینم میگه همچنین منم خوشوقتم از ملاقات آشنایی با شما. ماشاءالله. خیلی خوب. این بس کلیات این بالاخره مکالمه بود. مکالمه بسیار کاربردی، فوق العاده خوب و عالی. یه سری چیزاش قدیمی و تکراری بود، یه سری چیزاش جدید بود. خوبیه کتاب ایهوا اینه که خیلی منظم و شکیله. خب بریم سراغ این قسمت پیو. بچه این حرف پیه، یو زیرش اومده، بعد حرف ه یا اینه، این یو این یاه. آره فرقش تو همینه. خب تو سرعت زیاد خیلی تفاوت اونچنانی نداره، تغییر نمیکنه زیاد. خب چی میگه اینجا بچه‌ها؟ میگه یه سری توضیحات داره. میگه چیگو مودگی، میگه پرسیدن درباره، گفتیم اینا همونا رو از تو مکالمه ورداشته و آورده جدا جدا کرده. میگه اگه میخوای درباره شغل بپرسی از این دوتا جمله استفاده کن. ببین میتونی بگی چیگوبی مو او شیمنیکا چیگوبی مو شیمنیکا. میبینی این موت ایمنیکا نخوده سبایی میشه شی دیگه، یا نخوی موت ایمنیکا، این غلطه. بعد پشت سرم وصل بشه به هم دیگه. خیلی خوب. اینجا نشان زینت خونده نمیشه، سبایی هم میشه شی. آفرین بچه. چی گفت؟ یعنی به معنی شغله. میگه شغل چی است؟ شغل شما چیست؟ این یه دونه سواله. چیگوبی موشیمنیکا. اینو میتونیم ازش بپرسیم. همینه که امروز یاد گرفتیم. موسین ایریل همنیکا. آره اینا میگه به کدام کار مشغول هستی، چه کاری انجام میدید، همه اینا معنی میده. پس دو تا الان عبارت داریم. این از قبل خوندیم، اینم که تو این جلسه خوندیم. اگه میخوایم درباره شغل بپرسیم از این دو تا جمله میتونیم استفاده کنیم. خب بریم جلوتر. دوباره اینجا میگه که سنگده پنگ ایاگیرل تیکو پننگ هاگ. پننگ این نشان زینت میشه، اینجا صدا میده چون بعدش حرف صدادار نیست دیگه. پننگ هاگی یعنی گوش دادن به حرفای طرف مقابل و واکنش نشان دادن. حالا دیگه این فعل تیتا بوده به معنی گوش دادن. حالا که اینجا تیتگو اومده چجوری دوتا فعلا رو به هم دیگه وصل میکنیم فعلا بماند. الان اصلا اینا نپرسید خواهش میکنم.
سختتونه، اینا مهم نیست. اونه که بهتون میگم اونا رو یاد بگیرید. مثلا این دو تا جمله رو میبینید، الان دارم میگم درباره شغل میخواد بپرسید، با این دو تا رو بلد باشید. خب چی میگه اینجا؟ میگه ای وقت موقع مثلا حرف طرف مقابل گوش دادی میخوای جواب بدی، واکنشی بدی، از چه عبارتایی میخوای استفاده کنی؟ میگه از اینا استفاده کن. چی بگو؟ کریو، 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 اینجوری هم میتونیم بگیم، کره ای تره. میگه واقعا؟ آره. بعد یا مثلا میگه که ده یا نمیگن، ولی خب بعضی لهجه‌ها ده میگن، ممکنه حرف اولش نه یا ولی ده میگن بعضی نه. کروسیمنیکا بچه نکن که روح، درسته روحه ولی هی خونده نمیشه. کروسیمنیکا ده کروسیمنیکا، بله همینطوره. علامت سوالش یه مقدار اینجا شاید معنی سوالی بودن نده برامون. خب اینم از اینم بازم بچه ها از همینا، ولی خب این به چه شکلیه یه مقدار الان فعلا یه باری کروسیمنیکا ده کروسیمنیکا، یعنی بله همینطوره. یا یک کلمه دیگه، عبارت دیگه داریم نوشته چی؟ کروگونیو. آره کروگونیو، این هی دیگه خونده نمیشه، این در گ بعدیش دیگه نمیخوایم اینجا کروه یا کروت اینجوری نمیخوایم جایگاه پچی میریم، نه عزیزم اینجا اصلا قدرت نداره. کروگونیو یعنی بله متوجه شدم، فهمیدم. آره همه اینا رو بالاخره معنا میده. بریم سراغ بعدی. اینا بنویسید بچه، شاید الان خیلی بگه من کجا استفاده بکنم، وایسید به موقعش از اینا استفاده خواهیم کرد. فقط بنویسید گهگاهی هم مرورش بکنید. دیدید در قالب مکالمه چقدر چیزا رو خوب یاد گرفتیم. این هم یه موقعی استفاده میشه، خودتون بعدن حالا بذار چشتون فعلا بخوره، فعلا بتونید در روش بخونید، خیلی زیاد خودتون اذیت نکنید. خیلی تو این درس چیز زیاد گرفتیم، همون دو تا نکتهش هم کافیه. خب دوباره اینجا نوشته چی؟ منسل ده پنگاوم پیوهیونگ هاگی، یعنی بیان خوشحالی هنگام ملاقات کسی. خب خیلی خوب. مثلا چی میگیم؟ بازم میگیم منسو پنگاسیمنیدا، آره خوشوقتم از ملاقات شما. یا مثلا میگیم چادو منسو پنگاسیمنیدا، اینه که گفتیم دیگه خیلی ساده بود دیگه. اینم میگه آقا مثلا اینم هست. اگه وقت آخرش که دیگه میخواید از همدیگه خداحافظی بکنید، میتونید از این عبارت ها استفاده داشته باشید. درسمون تموم شد بچه‌ها. بقیه‌اش هم چیزایی بود که حذفش کردم. لغت‌های پایینش هم گفتم بذار داشته باشید. بدک نیست، نوشه فیلیپین سرم یعنی فیلیپینی. موسین ایل یعنی چه کاری؟ موسین ایل اینجا دیگه میشه چه کاری. من نده میشه ملاقات کردن. پنگابده به معنی خوشحال بودن. خوشحال بودن خیلی کلمات زیادی داره. وقت مثلا خوشحال بودن چه مسرور بودن، که موقعی که کسی رو میبینم، یه وقتی من شادم، مثلا یه فعل دیگه است. خیلی از این مدلی ها زیاد تو کره ها میبینید. میگه این که برای اون بودش. چندین تا لغت دارن ممکنه درباره مثلا خوشحال بودن، ناراحت بودن. مثلا گرم بودن، یه مدل داریم که گرمه مطلوبه، یه وقت گرم دلپذیر و اینا، یه وقتی هم نه گرم سوزان و اذیت کننده است. چرا بس اونجوریه بس؟ آره این مدلی ها زیاد داریم. این همین جایی که میگفتیم پنگاسیمنیدا، این همونه دیگه. پنگابده این به معنی خوشحال بودنه، خوشوقت بودنه، یه جورایی اینجوری خوشوقت بودن. و خوشحال بودن نه به معنی که همینجوری الکی شدم، نه، شادی من به علت مثلا دیدن یک چیزی از سمت شما، این به این منظوره. این هم صفحه 43 است که با هم دیگه کار کردیم. بهترین نصیب دل قشنگتون. منتظر باشید ان شاءالله کلیپای جدیدتر هم میذاریم. دوستانی هم که برای ما حالا تکالیفشو میفرستن، خب زیاد شده الان من نمیتونم همه رو نگاه بکنم دیگه، فدای تو بشم دیگه، به بزرگواری خودت ببخش. آره چون واقعا زیاد شده شاگردامون، بچه‌ها همه فعالترن و خب منم نمیتونم همه مسلما تکالیف شما رو بشم دونه دونه مادی بشین کل این متن رو پدر بیامرز. قبلا ها کم بودید ولی الان دیگه زیاد شدن بچه‌ها، دیگه نمیتونم به همه برسم. الان تک و توک ممکنه برای بعضی‌ها تاثیر بکنه. اگه نرسیدم به بزرگواری خودتون ببخشید و انشالله که تو زندگیتون موفق و زبان کره‌ای هم زود یاد بگیرید. کانال ما هم حتما دنبال داشته باشید. حالا دوستایی که
تو آپارات میبینن. بچه‌ها هم تو آپارات هست، همین کانال کره شو، هم تو تلگرام هست، تو یوتیوب هست، تو ایتا هست، همش هم معلومه. اگه وقت جای دیگه دیدید کسی مصادره کرده بود این کلیپ رو به اسم خودش، نه دیگه برای ما دیگه، برای کانال کره شو. خدا به همتون خیر بده، در پناه حق باشید. خدا نگهدار.